اگر جیمیل و گوگل اکانتتون براتون بسیار زیاد ارزشمند است و رمز جیمیل خود فراموش کردین و نمیدونین که چگونه دوباره رمز جیمیل خود ریکاوری بکنین، این ویدیو را تا آخر بیننده باشین. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان که همین لحظه ما را بیننده و شنونده هستین. صدیق محمدی هستم و شما را به یوتیوب چینل افغان پیکسل خوش آمدید میگم. در این ویدیو میخوایم براتون آموزش بدم که چگونه با یک روش ساده و آسان با کمترین زمان ممکن رمز جیمیل و گوگل اکانت فراموش شده خود دوباره به دست بیارین و ریکاوری بکنین. مراحل بسیار ساده و آسان داره. چیزایی را که ما میگم عملی بکنین 100% رمز جیمیل خود به دست میارین. بریم به طرف اسکرین ریکوردر که برای شما آموزش بدم چگونه این کار انجام بدین. دوستا به خاطر انجام این کار در قدم اول اپلیکیشن جیمیل خود باز بکنین. در قسمت سمت راست بالایی یک لوگو است، سر از این تچ بکنین. یک آپشن اینجا است به نام منیج یور گوگل اکانت، سر از این تچ بکنین. دوستای یک صفحه باز میشه، آپشن ها و گزینه های زیاد داره. کمک به طرف راست اسکرول بکنین، یک آپشن پیدا میشه به نام سکیوریتی، سر از این تچ بکنین. دوستا اینجا آپشن های بسیار زیاد است. کمی به طرف پایین اسکرول بکنین، یک آپشن است به نام پسورد، سر از این تچ بکنین. در اینجا یک صفحه باز میشه. در دیگه آپشن ها از این غرض نگیرین، فقط سر فورگات پسورد تچ بکنین، به خاطر که رمز جیمیل خود شما فراموش کردین و نمیفهمین که رمز جیمیل شما چی است. سر فورگات پسورد تچ بکنین. دوستای یک صفحه باز میشه. در آپشن ها از این غرض نگیرین، فقط سر کانتینیو تچ بکنین و بعدا قفل صفحه شما رو میخواد. دوستای یک صفحه برای ما باز شد. قبل از اینکه پروسه ریکاوری رمز جیمیل خود انجام بدین، باید یک قفل صفحه برای موبایل خود تعیین بکنین و لاک اسکرین موبایل خود فعال بکنین که این کار برای شما راحت تر شود. قفل صفحه موبایل خود وارد میکنین. دوستا در اینجا یک صفحه باز میشه که در اینجا شما میتونین یک رمز جدید برای جیمیل و گوگل اکانت خود تعیین بکنین. دوستا در اینجا دقت داشته باشین که رمز را که شما میخواین در اینجا وارد بکنین مطمئن شوین که قبلا از این استفاده نکردین و رمز کاملا جدید وارد بکنین. من اینجا یک رمز وارد میکنم. دوستا در اینجا دقت داشته باشین، رمز را که میخواین در اینجا وارد بکنین هم در بالا هم در پایین یکسان باشه و همچنان رمز را که میخواین وارد بکنین قبلا از این رمز استفاده نکرده باشین و رمز کاملا جدید باشه. بعد از اینکه رمز اینجا وارد کردین هم در بالا هم در پایین در یک کتابچه و یا یک کاغذ رمز خود یادداشت بکنین و یا همچنان اسکرین شات بگیرین. اگر موبایلتون سامسونگ است فقط با اسلاید کردن کف دست خود میتونین که اسکرین شات بگیرین. اگر موبایلتون شیائومی است میتونین که با 3 انگشت خود تراشیدن در روی صفحه از موبایل خود اسکرین شات بگیرین. گزینه چنج پسورد بزنین. دیدین که دوستو به همین سادگی و آسانی رمز جیمیل ما دوباره ریکاوری شد و ما تونستیم که رمز جیمیل خود چنج بکنیم و یا تبدیل بکنیم. اگر میخواین که این رقم ویدیوهای آموزشی همیشه اپلود بکنیم، یوتیوب چینل افغان پیکسل سابسکرایب بکنین و همچنان علامت زنگوله را هم فشار بتین تا اولتر از همه ویدیوهای ما را دریافت بکنین و از آموزش‌های ما لذت ببرین. تا ویدیوهای بعدی، الله حافظتان.